السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که در تصویر مشاهده می کنید در این کاروان ها مواد غذایی، البسه و موادهای ساختمانی می باشد که نازنین های تاجیکستانی ما، خواهران و برادران تاجیکستانی ما، الله متعال همیشه اینا را با عزت داشته باشه که همیشه در پشت مردم افغانستان بودن و همیشه دست در دست یا شانه در شانه در کنار ما مردم افغانستان بودن. همیشه اگر برای ما ضرر و ستم رسید اینا هم خود از ما فکر کردن و دست ما را گرفتن. الله متعال همیشه با عزت داشته باشه ایشان. این شیران تاجیکستان این کاروان ها را برای حمایت مردم هرات فرستادن. الله متعال با عزت داشته باشه ایشان.